بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله زمستان تمام شد، ولی شاید در ذهن شما سوال خلق شده باشه که بنیاد خیری قمر در فصل زمستان 1400 چی کرد؟ بله دوستان عزیز، ما بعد از اینکه فامیلا را سروی کردیم، پروسه کمپاین جمع‌آوری لباس‌های مازاد بر استفاده شما را برای انداختیم. سپاسگزار هستیم از هموطنان عزیز، خواهران و برادرانی که قمر همکارش باقی ماندن، چی در کابل چی در سایر ولایات، و در پروسه جمع‌آوری لباس ها سعی و تلاش زیاد نمودن. الله متعال با ایشان اجر و پاداش بنویسد. ما بعد از جمع‌آوری این لباس ها منظم در پلاستیک ها جابجاش کردیم و در ضمن مواد خوراکی که هر بسته مواد خوراکی نزدیک به 8000 افغانی بود، شامل آرد، روغن، بوره، چای، لوبیا، نخود و بسته های غذایی دیگه که فعلا حضور ذهن ندارم، به این فامیل و خانواده ها در نزدیک 15 ولایت تقسیم شد که شامل کابل بود، لغمان بود، جلال آباد بود، نورستان بود، لوگر بود، قندهار بود، بغلان بود و کاپیسا و چند ولایت دیگر شامل می شد. در حدود 1075 فامیل یا نزدیک به 1100 فامیل ما در زمستان گذشته دستگیری کردیم که در واقع 7700 نفر میشه. هزینه را که بنیاد خیری قمر در کمپاین زمستانی جمع‌آوری کرد و دوباره مصرف کرد با مبلغ 8,07,45,725 افغانی بوده است. نباید فراموش کرد، الله متعال مهربانی میکنن که در کلام موضوع نشان چیزی را در راه الله انفاق نمیکنین مگر اینکه الله بدان آگاه است. و همچنان نباید فراموش کنم که یک سپاسگزاری کنم قلبا از عزیزایی که از خارج از کشور کمک کردن و همچنان پارتنرهای عزیز ما اسلامیک واسس، هیومن کانسر، لایف فور ریلیف، پینی اپیل و پارتنرهای عزیز دیگه ما که در این امر خیر سهم داشتن. سپاسگزار هستیم از رضاکارای معززمان که در ولایت‌های مختلف در این امر خیر سهم داشتند. همکاران و همچنان کارمندان عزیز بنیاد قمر، او جوانایی که شب روز زحمت کشیدن و حتی بیشتر از 2-3 هفته به خانه نرفتن تا اینکه یک مصدر خدمت به هموطنان واقع شوند. همچنان از عزیزایی که این چیز اگر در بساط نداشتن اون ویدیو را شیر زدن، از دوستایی که با یک کامنت زیبایشان به قلب‌های ما انرژی بخشیدن، از دوستایی که با کامنت های زیبایشان ما انرژی گرفتیم. الله متعال تمام این دوستا را باشان جزای خیر و پاداش کامل بنویسد. فراموش نکنین که بنیاد خیری قمر کمپاین جمع‌آوری به خاطر ماه مبارک رمضان نیز برای انداخته. در ویدیوهای بعدی شما انشالله خواهید دید. بیشتر صحبت نمی کنم، این مختصر راپور بود و سهم شما دوستان. و فراموش نکنین که قمر وبسایت داره، شما میتونین داخل وبسایت شوین و از در کدام بخش ها بنیاد خیری قمر فعالیت داشته به طور تفصیلی از اونجا معلومات حاصل کنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.